به اطلاعات فوتبالیت از 1 تا 100 چند میدی؟ هر سوال 25 امتیاز داره. کدوم بازیکنه که رکورد بیشترین گل ملی در تاریخ فوتبال رو داره؟ پله، کریس رونالدو، علی دایی یا مسی؟ 3, 2, 1. این رکورد دست علی دایی بود تا اینکه تو سال 2021 رونالدو رکوردش رو شکست. اولین جام جهانی فوتبال تو کدوم کشور برگزار شده؟ ایتالیا، فرانسه، برزیل، اوروگوئه؟ 3, 2, 1. تو سال 1930 اروپا درگیر مسائل اقتصادی بود. به همین خاطر اوروگوئه اولین میزبان تاریخ جام جهانی شد. کدوم تیم بیشترین قهرمانی رو در لیگ قهرمانان اروپا داره؟ بارسلونا، بایر مونیخ، لیورپول، رئال مادرید؟ 3, 2, 1. رئال همیشه پادشاه اروپا بوده و رکوردش هنوز دست نیافتنیه. توی فوتبال هتریک یعنی چی؟ وقتی که 3 تا پاس گل بدی، گل زدن با سر، 3 تا گل بزنی توی بازی یا گرفتن 3 تا پنالتی. 3, 2, 1. وقتی یه بازیکن 3 بار در یک مسابقه گل بزنه میگن هتریک کرده. از 4 تا سوال چند تاشو تونستی جواب بدی؟ توی کامنت ها برامون بنویس.